با عرض سلام و صمیمیت به اندازه خدمت شما بینندگان عزیز شبکه فوتبال، گزارشی مستقیم خش را از جریان بازی میان دسته‌های کلوب مرکزی ورزشی ارتش و خوجند از ورزشگاه مدافع جمهوری تاجیکستان واقع در شهر دوشنبه آغاز میکنیم. این بازی دوری 15 چمپیونات تاجیکستان میان دسته‌های لیگ اولی می باشد و حالا هیئت دسته‌ها را با شما آشنا می‌سازم. نخست به هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش متوجه می‌شویم. دروازه‌بان تحت رقم 16 حسن‌الدین محمدعلی، دفاعگران تحت رقم 27 دارانین سرگئی، رقم 22 شریفوف جانبک، رقم 5 سفاروف علیشر و رقم 20 ابراهیموف کامران. نیم محافظتگران کامرانی میرزا نجات تحت رقم 7، تحت رقم 8 چاریف بختیار، تحت رقم 32 اسماعیل تراوره و تحت رقم 21 سفاروف ویسیدین. حملهگران باشند خورشید تیمور جوریف و جورابکزاده اسدبک تحت رقم 15 و 10 می باشند. سرمربی دسته قاسموف شمسیدین، اجرا کننده وظیفه سرمربی حالا در دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش می باشد و سرمربی دسته امین سوپانی چند روز پیش از وظیفه برکنار کرده شده بود. و حالا هیئت دسته خوجند را با شما آشنا می‌سازم. دروازه‌بان تحت رقم 50 شاهرخ قرغزبایف، دفاعگران فردوس چقالوف تحت رقم 21، پرویز باقیوف تحت رقم 4، سمندر اوچیلوف تحت رقم 20 و عبدالسلیموف فردوس تحت رقم 5. و حالا بازیگران آماده شده ایستادند که در مرکز میدان بازی را آغاز کنند و منتظر پشتکی داوری مرکزی برزی می باشند. داوری مرکزی بازی بهروز مرتضیف هم انتظار است تا ساعت 16:30 شود و او صدای پشتک خش را بلند سازد. نیم محافظتگران دسته خوجند تحت رقم 8 احسان بابویف، تحت رقم 19 گرانجا سرگی و تحت رقم 62 ارگاشوف جهانگیر و همچنین تسکانیان سرگی تحت رقم 97. حملهگران باشد بازارو خوشنودبک و رشیدبک الچیبک، سابق بازیگری دسته کلوب مرکزی ورزش که امروز مقابل دسته خیش به میدان میبراید و سرمربی دسته رستم خوجیف. بازیگران خوجند منتظر هستند تا بازی را از مرکز میدان آغاز کنند. آنها امروز پیراهن‌های کبوتی آسمانی را به بر کردند. و اینک صدای بهروز مرتضیف هم بلند شد و بازیگران دسته خوجند از مرکز میدان بازی را آغاز کردند. و اینجا لکای فوتبال بازان خوجند از کنار چپ میدان به هجوم میگذارند و حالت خفناک ضربه از بالای ستون دروازه به کنار مقابل رفت و فوتبال بازان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش پس از رفتن امین سوپانی امروز اولین بازی خود را دایر کرده ایستادند و آنها یکی از سرمربی متخصص ایرانی آنها را راهنمایی میکرد. دوام چند موسم اخیر و آنها زیر راهبری امین سوپانی هم به دستاوردهای خوب هم نایل گردیده بودند. و فوتبال بازان کلوب مرکزی ورزشی ارتش از کنار راست به هجوم میگذارند و توپ از میدان بیرون کرده می شود. فردوس عبدالسلیموف توپ را به بازی می درآورد و اینجا فوتبال بازی کلوب مرکزی ورزشی ارتش خود را به زمین می پرتاید و اینجا یگان قاعده ویرانکنی هم به نظر نمی رسد. و حالا سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش با دایر به سرمربی نوی دسته به شما کمتر معلومات بدهیم. متخصص ایرانی می باشد سرمربی جدید دسته هم و عباس عزیزی و حالا او در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش به کار شروع نکرده است و البته روزهای نزدیک او می تواند که من حیث سرمربی دسته کار را آغاز کند. و دقیقه های اولی بازی هم بازی آزمایشی است. هر دو دسته همدیگر را آزمایش میکنند که تا چه اندازه آنها به عکس الهجوم ها و به حمله ها همدیگر پاسخ میگردانند. و حالا
فوتبالبازانی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش از کناری راست به هجوم میگذارند، اما توپ از میدان بیرون کرده می شود و البته امروز ارتشی‌ها در میدان خود باید یک سر و گردن بالا از دسته خوجند هنر نمی کنند، چون که آنها در میدان خود بازی میکنند. و از صدای مخلصان هم به گوش ما و شما میرسد بینندگان عزیز که چگونه آنها در ورزشگاه دستای دوست داشته‌شان را مخلصی کرده ایستادند و شاروخ قرغزبایف توپ را به زودی به دست میگیرد. اگر ما به بازی آخری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش یک نظر اندازیم، آنها در چند بازی آخر می شود که موفق شده نمی توانند، مخصوصا در لیگ اولی در 6 بازی آخر سابق دستپروران امین سوپانی تنها یک غلبه دارند، آن هم مقابل استقلال که آن هم البته به طور هنگاموی آنها در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه به قید گرفته بودند و پس از غلبه مقابل استقلال آنها با استروشن در سفر انقترش در ورزشگاه خانگی خودشان مساوی کردند. بعداً با حساب 3-0 در ورزشگاه مرکزی شهر حصار از دسته ختلان ناکام شدند و آنجا بسیار هم آنها بازی ضعیف نشان دادند، مخصوصاً اشتباهات در خط نیم محافظت و در خط حمله بسیار دیده میشد و در همانجا خودی سرمربی دسته امین سوپانی هم قید کرده بود که بازیگران ما از لحاظ هیئت ما تنقیصی میکشیم و حتی هیئت جوانان دسته را به میدان برآورده بود و اینجا هجوم دسته خوجند و قاعده استیزی. اولین قاعده استیزی در دیدار امروزه در دقیقه 4 به قید گرفته می شود و مقابل الچیبک رشید بیکوف سابق هم دستهایش قاعده بازی را ویران می کنند و او را تحت رقم 27 دفاعگر سرگی دورانین مقابل قاعده استیزی کرد و رشید بیکوف هم حالا داخلی جریمه‌گاه دسته ارتشی ها می رود. اینجا دو فوتبال بازی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش دیوار دفاعی می سازند و دروازه‌بان حسن الدین محمدعلی هم در موقع خود استوار است و به هم دستایش اشاره می کند که موقع های خالی را پر کنند. ضربه و حسن الدین توپ را برگردانید و در همین لحظات در داخل جریمه‌گاه دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش دیده می شود و خودی فوتبالبازان شهری خوجند در اینجا با قاعده استیزی دست دادند و دروازه‌بان حسین الدین محمدعلی حالا توپ را به بازی می درآورد و اینجا ببینید که چگونه پرویز باقیف با قاعده استیزی دست داد. ما در مورد بازی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش گفته ایستاده بودیم، بعدا آنها مقابل روشن بازی کردند، روشنی شهر کلوب، و در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب با حساب مینیمالی 1-0 ناکام شدند و شاید همین سبب ها بود که امین سوپانی هم از سمت سرمربیگی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش برکنار رفت. امین سوپانی هم بسیار میگفت که او با این هیئت دسته که دارد او همه کار را میکند و در بعضی موردها میگفت که فوتبالبازان نقشه او را گوش نمیکنند و چیزی که او میخواد در میدان فوتبالبازان از روی همان کار کنند تبدیل او کار نمیکنند و تا جای این هم شاید به ناکامی های دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش آورده رسانید. در مرکزی میدان فوتبالبازان دسته خوجند با توپ هستند. حالا الچیبک رشید بیکوف مقابل سابق هم دستایش میخواد که گزارشی انجام دهد و حالا از کنار چپ فوتبالبازانی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش به هجوم همراه میشوند و اینجا توپ از میدان از جانبی فردوس چخالوف بیرون کرده می شود. فوتبالبازان خوجند به هجوم میگذارند و اینجا حالتی بسیار هم خوب
جهانگیر ارگاشف بسیار هم امکانیت خوب دارد. ضربه و ضربه او به دفاعگرانی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش برمیخورد و اینجا حسین الدین محمد علی را بینید که چگونه جایشی بلند میکند و قریب به دستگاه نواربرداری هم خلل ایجاد میکند. و ضربه کنجی اولین در آخری امروزه از جانب فوتبال بازانی دسته خوجند و حالا میبینیم که از این حالت آنها چگونه استفاده میکنند. پرتاف ارسال کرده می شود اما کسی به توپ رسیده نتوانست و پرتاف دیگر به داخل و نزد دروازه کلوب مرکزی ورزشی ارتش و حسین الدین زود توپ را به دست میگیرد. و در مورد دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش همین را گفتنه استیم که همچنین لگند فوتبال تاجیک دلشاد واصف هم به حیث یاردمچی سرمربی در هیئت این دسته به کار آغاز کرد و حالا نمیدونیم که او در هیئت دسته با بازیگران کار کرده است یا نه. و در چند بازی قبلی مخصوصا در بازی مقابل ختلان ما در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دلشاد واصف را مشاهده کرده بودیم که چگونه با فوتبال بازانی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در ورزشگاه در تنفس با آنها کار میکرد. شاهرخ قرغزبویف توپ را به بازی می‌درآورد. فوتبال بازان دسته خوجند هم موسم امساله لیگ اولی را نه آنقدر خوب آغاز کردند. دستپروران رستم خوجیف در چند بازی اول ناکام بودند، نمیتوانستند که پیروزی به دست بیارند و بعدا آنها در میانه موسم باز هم به حالت اولیه خود یعنی دسته در ترانسفرها در رفزنهای گزارش حیاتش را پرقوت کرد. مخصوصا آنها الچیبک رشیدبک را از دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش یکی از حملهگران بهترین این دسته را به هیئت دسته شامل کردند و دسته تا جای پرقوت هم شد. و اینجا حالت استانداردی فوتبال بازانی ارتش آن را اجرا میکنند و در نزد توپ نیم محافظتگر بختیار چوریف است و ارسال بختیار را میبینیم با داخل جریمه گاه دسته خوجند و توپ از ستون بالاچوبی دروازه بالا میرود. دقیقه دهم بازی ادامه دارد و به حالت تکرار یک بار دیگر متوجه میشویم که چگونه ضربه از بالاچوبی دروازه بالا شد. چقالف از کناری توپ را از اوت به بازی می‌درآورد و حالا در اداره کردن توپ بیشتر فوتبال بازان خوجند موفق هستند. در آخری امروزه فوتبال بازان کلوب مرکزی ورزشی ارتش هم چون هر وقته از عکس الهجوم ها کار گرفته استودند و حالا روی اکران های ما و شما یاردمچی سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش است که پس از رفتن امین سپانی او حالا فوتبال بازان را راهنمایی کرده است و چخالف توپ را به بازی می‌درآورد. باز هم ارتشا به هجوم می‌گذارند و اینجا بختیار چوریف بسیار هم امکانیت خوب است اما دفاعگرانی دسته خوجند صد راه حمله‌گرانی تفنگداران می‌شوند. با توپ باز هم
سرخپوش‌های ارتش هستند. بختیار چوریف و اینجا امکانی خوبی پرتاب کردن بود، اما دفاعگرانی دسته خوجان زود توپ را صاحب شدند و اینجا آوت به نفع دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. اینجا قاعده بازی ویران کرده شد. مقابل لیگنری دسته خورجان سرگی گرانجا، لیگنری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش مقابل او قاعده بازی را ویران کرد. اسماعیل تراوره و چخالوف حالا اینجا چیزی را به همدستایش اشاره میکند که زودتر موقع خود را پر کنند تا او به آنها ارسال انجام دهد. بیشتری هجوم‌های دسته خوجان از کنار چپ صورت گرفته است که در همان موقع فوتبال بازانی دسته ارتش توجه ضعیف بازی کرده استودند. و چنان گفتیم مولا دقیقه های اول بازی آزمایشی است. هر دو دسته بازی یکدیگر را می‌آموزند و پس از آن از عکس الهجوم یا از همان خالیگی ها استفاده میکنند. و اینجا بسیار هم دقیق قاعده بازی ویران کرده شد و هر دو فوتبال باز حالا در روی زمین هستند، هم فوتبال بازی دسته خوجان و هم فوتبال بازی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. و اینجا حمله‌گری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش خورشید در روی زمین خوب است و او با کی برخورد کرد و این را ببینید که چگونه برخورد بود. ارسال هوایی به خط حمله و اینجا فوتبال بازی دسته خوجان را ببینید چگونه میگذارد و اینجا قاعده بازی ویران کرده شد یا نه. فوتبال بازانی خوجان همچنین سرمربی دسته رستم خوجیف از داور ادعا میکنند که اینجا قاعده بازی ویران کرده شده است، اما داوری مرکز بهروز مرتضیف همانا خاموش است. با تو فوتبال بازانی دسته خوجان همانا قرار دارند. ارسال به داخل و اینجا تراوره و فوتبال بازانی دسته ارتش با پاس‌های کوتاه زود از این وضعیت مشکل میبرند و به عکس الهجوم میگذارند. و اینجا فوتبال بازی دسته ارتش وایسیدین سفروف با توپ قرار دارد و او کمی خود را گم میکند. بختیار چوریف، ارسال بختیار چوریف و بعد دفاعگر برمیخورد. پرتافت سرگی به خط نیم محافظت بود. جانگریر گاشف و اون نتوانست که از فوتبال بازی دسته خوجان گذرد. و اینجا با حمله دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش باری دیگر متوجه میشویم. ارتش‌ها در مرکز میدان اندر یکدیگر با پاس‌ها بسیار خوب بازی کرده استادند. از حالت‌های مشکل با پاس‌های کوتاه خود را برآورده توانسته استادند و در ادامه می‌بینیم که آنها چی بازی نشان میدهند. پس از 14 دوره مسابقات کلوب مرکزی ورزشی ارتش 13 بازی دایر کرده است و آنها با کسب 17 امتیاز در زینه ششم قرار دارند. هرچند که آنها در موسم گذشته و در زینه سوم جدول قرار گرفته بودند و با بازی‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا هم راه یافته بودند و این را یادآور میشم که دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در بازی‌های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بسیار هم بازی ارزنده نشان داد، مخصوصا در بازی گروهی. هرچند آنها به دور من بعد راه نیافتند و با دسته‌های بزرگ به مانند سوقدیان و نفچی بازی کردند و آنها در نزد با این هیئتی که داشتند بسیار بازی ارزنده باور کنید نشان دادند، مخصوصا مقابل دسته سوقدیانه که آنها با حساب 3-2 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ناکام شدند و محض برای راه یافتن به فینال منطقه شرقی دسته سوقدیانه در ورزشگاه 20 سالگی استقلالات
با حساب 4-0 دسته خوجند رو شکست داد. البته این نتیجه غیر انتظار برای دوستداران فوتبال بود. همه امید داشتند که دسته خوجند در این رقابت پیروز می شود و در این رقابت البته وقتی کدام دسته که به فینال منطقه مرکزی راه میافت با مبلغی $10,000 از جانب کنفدراسیون فوتبال آسیا قدردانی هم کرده میشد. و اینجا با ما تبریز دولتمیر و دیگر چهرهای فوتبال نشان داده می شوند که در ورزشگاه هستند و بازی را تماشا دارند. ارسال به داخلی دروازه ارتشیا و اینجا الچیبک رشید بیکوف، این چهره که در دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بازی میکرد و حالا شرفی دسته خوجند را حمایت میکند. البته رهبریت دسته خوجند این فوتبال باز را پس از هنرنمایی در بازی گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به هیئت دسته جلب کردند تا با او مقابل سعودیانه بازی ارزنده نشان دهند و بعد دوری بعدی راه یابند، اما این هدفی آنها و اینجا حالتی خفناک بختیار چاریوف توپ را از دست می‌دهد و اینجا این حالتی خفناک را زود دفاعگرانی دسته خوجند برطرف میکنند. دسته خوجند باشد در جدول مسابقات به سگانه بهترین ها برگشت. چون گفتیم آنها موسم را نه آنقدر خوب شروع کرده بودند و آنها از دسته روشن کلوب یک امتیاز کمتر دارند و با دسته خطلان هر دو 22 امتیازی دارند و محض با تفاوت گل ها خوجند در زینه سوم است. و یادآور میشم که یک اموری جالب دیگری را هم به شما گفته گذاریم که در موسم امسال فوتبال استقلال به دروازه خود 7 توپ سر داده است و این شماره رو دسته خطلان هم 7 توپ به دروازه سر داده است، خوجند باشد 8 توپ و اینا از زمره دسته‌های در موسم امسال می باشند که شماره کمی توپ ها را از داخلی دروازه شان گرفتند و آنها به حریف اجازه نمیدهند که به دروازه شان گلی بیشتر زند. هرچند در جدول مسابقات امسال تغییرات زود به عمل آمده می استد. دسته روشن صدر نشین جدول بود، بعداً خطلان، یک دور فیضکن هم حتی به صدر جدول برآمد، بعداً استقلال توانست که حالا صدر نشین جدول مسابقات گردد و آنها در 2 دور یا 3 دور اخیر باشد صدر جدول را به یگان دسته نمیدهند. اینجا ارگاشف، ضربه ارگاشف، حسن الدین محمد علی. البته ضربه نه آنقدر هم قوی بود و برای برطرف کردن آن حسن الدین آن را به آسانی داشته گرفت و اینجا پرتافت از جانب فردوس عبدالسلاموف بود و الچیبک رشید بیکوف با سر ضربه زد. از حالت تکرار ما آن را مشاهده میکنیم. البته در جدول مسابقات چنان گفتیم پس از ناکامی ها بعضی دسته ها باز هم سرمربی خود را عوض کردند، مخصوصا دسته ریگرتدس که حکمت فوزیلوف را آنها از این وظیفه سبکدوش کردند و به جای او علیار اشور محمدوف متخصص دیگری فوتبال تاجیک را تعیین نمودند. حکمت فوزیلوف که در موسم گذشته دسته ریگر را در لیگ یکم آنها صدرنشین شدند و به بازی های چمپیونات تاجیکستان می‌بینید دسته لیگ اولی راه یافته بودند. ریگر هم در چند بازی اخیر بیشتر به حملگری دسته فتولا فتولایف تکیه میکنند و در هر یک بازی آنها بیشتر به همان فوتبال باز نتیجه از فتولا فتولایف امیدوار هستند. اینجا فوتبال بازانی دسته خوجند بسیار هم امکانیت خوبی ضربه زنی هست اما پرتاف کرده می شود و اینجا الچیبک رشید بیکوف توپ از میدان بیرون شد. الچیبک به داور اشاره میکند که اینجا ضربه کنجی است اما خود بخبر از آن که او خود با سر ضربه زده است. بله توپ از پشت سری او برخورده از میدان بیرون شد.
یک امور دیگر رو با شما قید میکنیم بینندگان عزیز که در موسم امسال فوتبال تاجیکستان مخصوصا دسته‌های ولایت سوخت انیقترش دسته‌های شهر خوجند و دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش به قابل دردسر شدند، چون که در هر یک بازی آنها محض از دسته‌های شهر خوجند مغلوب گردیدند، مخصوصا دسته اسخطه که آنها در همین ورزشگاه خانگیشان در دور اول با حساب 4-1 از دسته اسخطه مغلوب گردیدند. بعداً در سفر هم ناکام شدند که در هر دو این دیدار حمله‌گری دسته اسخطه و سابق دسته خوجند 3 گل به ثمر رسانیده بود. دلشاد بازاروف و حالا دلشاد بازاروف بهترین نشانزن مسابقات هم هست. البته در مورد نشانزنی مسابقه گفتیم پس از 14 دور دلشاد بازاروف و شروانی مبدشوف از دسته استقلال با 9 گلی صدر نشین هستند. دقیقه 23 بازی هم در حال انجام یابی است. دقیقه 24 شروع می شود و حالا هم حسابی بازی گشوده نشده است. و بعداً باز از دسته استقلال منوچهر جلیلوف با 7 گل، فتولا فتولوف، سنجر رخسیبوف، عبدالخلیل بارونوف، شرفجان صالح از دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و همچنین چند نفر دیگر اینها 5 گلی دارند. و اینجا با پرتافت متوجه میشیم که بسیار هم خوب اما نتوانستند که فوتبال بازان خوجند و توپ رسند. و اینجا ضربه کنجی دویمی دسته خوجند در واخوری امروزه و متوجه میشیم که چگونه از پرتافتی سرگی اسکانیان فوتبال بازان خوجند استفاده کرده نمیتونه و باز تو به نزد این لیگانیر دسته میاد و پرتافتی بسیار هم خوب و اینجا ببینید که کسی نیست با یک رسیش توپ رو داخل دروازه حسین الدین محمد علی کند. و اینجا باز به ارسالی خوشنود بک بازاروف متوجه میشیم که توپ از میدان بیرون کرده شد. و اینجا چی حالت رخ داد؟ الچی بک رشید بکوف فوتبال بازان ریگر گویا امروز بیشتر به الچی بک رشید بکوف برخورد انجام میدن و او را زده از پای می افتانند. و اینجا حالتهای تکرار را متوجه می شویم که چگونه در همین لحظه بینندگان گرامی یک نفر یک حمله‌گر در همین خط می بود با یک رسش می توانست که حسابی بازی را در واخری امروزه کشاید. دسته خوجند در 3 بازی اخیر غالبیت به دست آورده استوده است. آنها مقابل دسته روشن با حساب 3-2 در سفر پیروز شدند در ورزشگاه مرکزی شهر کلاب که آنجا بسیار هم بازی شدید، بسیار هم رقابت جالب میان این دو دسته صورت گرفته بود و آنجا فوتبال بازان دسته خوجند توانستند که با حساب 3-2 ظفر یابند. و فوتبال بازان شهر کلاب هم در آن دیدار قریب نزدیک بود که حساب را برابر کنند و حتی به غلبه نزدیک شوند. و اینجا لحظه تنفس فوتبال بازان خستگیشان را برطرف میکنند و باز به رفتی بازی ادامه میدهند. بعداً فوتبال بازان دسته خوجند در شهر ترسونزاده مقابل دسته ریگر با حساب 3-0 ظفر یافتند که در آنجا یادگاروف دلیر یادگاروف مخصوصاً به زدن 2 گل دست یافته بود. بعداً فوتبال بازان خوجند ختلان را با حساب مینیمالی 1-0 شکست دادند و همین طور آنها موقعشان را در
جدول مسابقه باز هم مستحکمتر نمودند و اینجا حالتی خفناک زود دفاعگران توپ رو برطرف میکنند، اما باز با توپ فوتبال بازی دسته خوجند. الچیبک رشید بکوف میتواند ضربه زند، اما ضربه او توپ نه اونقدر به پایش پیچید و ضربه او خطا رفت. به نظر می رسد که امروز در ورزشگاه هواداران دسته خوجند هم به نظر می رسند نسبت به دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و آنها دستهشان را هواداری کرده ایستادند و صدای آنها به گوش ما می رسد که چگونه خوجند گفته و فوتبال بازان دسته خوجند روحیه می بخشند. اینجا باز قاعده استیزی به قید گرفته می شود و حالا یادآور میشیم که از جانب داور یگان کارت زرد در 28 دقیقه بازی به یگان فوتبال باز نشان داده نشده است و حالت تکرار را میبینیم که چگونه مقابل جهانگیر ارگشف اینجا قاعده استیزی شد و این قاعده استیزی تا جای شاید خود ارگشف از پای افتیده باشد و مقابل او کامرانی میرزا نجات با مبارزه برده ایستاده بود و البته او قاعده بازی را ویران کرد. بسیار هم حالتی استانداردی، حالتی خفناک، البته با ارسال هوایی آنها می توانند که یا با یگان بازیگزاری زیبا می توانند که این حالت را به نفع خویش استفاده برند. در نزد توپ لیگنر دسته سرگئی تسکانیان است و حالا پرتافت او را میبینیم. پرتافت انجام داده می شود و او مستقیم نپرتافت. این ضربه و پرتافت مانند نبود، مستقیم توپ را خواست که جانب دروازه روان کند و توپ از بالاچوب دروازه بیرون رفت. فوتبال بازان دسته خوجند این موسم در جام تاجیکستان نه اونقدر موفق شدند، چون که آنها از دسته کوکتاش مغلوب شدند و نتوانستند که رقابت ها را ادامه دهند. هرچند آنها در موسم گذشته بسیار هم بازی ارزنده نشان داده بودند و در موسم سال 2021 آنها توانسته بودند که جام تاجیکستان را به دست بیارند، یعنی نایب قهرمان جام تاجیکستان هستند. و دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد در بازی جام تاجیکستان چنان گفتیم از دسته اسخط باز ناکام گردید. دسته اسخط واقعا همین موسم بسیار مشکلی ها مقابل فوتبال بازان کلوب مرکزی ورزشی ارتش ایجاد کرد و آنها با حساب مینیمالی 1-0 در سفر از دسته اسخط ناکام شدند و حالا دور نیم نهایی جام تاجیکستان اسخط با استقلال بازی میکند و ختلان با کوکتاش. 3 دسته نمایندگان لیگ اولی و 1 دسته از لیگ یکم دسته کوکتاش. ضربه کنجی نوبتی خوشنودبک بازورف آن را اجرا میکند. پرتافت خوشنودبک و اینجا حالتی خوب را نمیتوانند که آنها ثمرناک استفاده برند و اینجا باز هم یک حالتی خفناک دیگر سکانیان
و باز هم ضربه کنجی در هم برهمی در خط دروازه کلوب مرکزی ورزشی ارتش به نظر میرسد و فوتبال بازان هم دیگر را آرام میکنند تا عصبی نشوند، سراسیمه نشوند، چون که همه چیز از سراسیمگی و عصبانی رخ میدهد. و اینجا باز ضربه کنجی دیگر و اینجا چگونه حسن الدین محمد علی در اول اشتباه کرد، بعدا باز توپ رو برگردانید و اینجا باز هم برمیگرداند. واقعا هم در چند بازی اخیر دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش قهرمان محض حسن الدین محمد علی است. او میتواند که چندین حالتهای خطرناک را برطرف کند. در بازی مقابل دسته خطلان هم چنین اشتباه‌ها در خط نیم حافظه دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش دیده میشد و اینجا حسن الدین آسیب برداشته است و شاید با کمک او طبیبان بیان و حالتی تکرار را میبینیم که چگونه اینجا سرگی گرانجان نتوانست که توپ را به دروازه خالی وارد کند و اینجا البته جایشوی حسن الدین محمد علی باعث شد که این حالت برطرف گردد. یک بار دیگر از نزدیک به ما کارگردان این حالتی خطرناک را نشان میدهد و اینجا ببینید اسکانیان میتوانست که مستقیم جانب دروازه ضربه بزند چون که او بسیار هم نزدیک بود، اما او خواست پرتاب کند با هم دستایش، اما که آن پرتاب به نتیجه بود. حالت نابازی سرگی اسکانیان در حالت نابازی بود و این را زود داور پیخست نمود و بیرقچه خود را در کنار راست بالا برداشت. به حالتی تکرار متوجه می شویم. بله، و یادآور میشم که دوستان گرامی بازی های نیم نهایی جام تاجیکستان روزهای 17 و 18 سپتامبر یعنی هفته آینده برپا میگردند و پس از بازی های دوری 15 باز یک مدت تنفس در لیگ اولی دستا انجام میدهند چون که آنها در جام تاجیکستان هنرنمایی میکنند. و اینجا بختیار شریف ارسالی او، اما فردوس چخالوف در این موقع میدان الکی بازی همان تاکتیک فوتبال بازانی کلوب مرکزی ورزشی ارتش را آموخته است و آنها نمیتوانند که از او گذرند. چند حالت را الکی او برطرف کرد. باز هم فوتبال بازانی کلوب مرکزی ورزشی ارتش ارسال هوایی، اما به کدام سمت نامعلوم است. و تا جای بینندگان گرامی آوازه های و چنین خبرهای هم در شبکه‌های اجتماعی بودند که گویا امین سوپانی سرمربی دسته استقلال میشده باشد، اما این تا کجا درست است تا کجا حقیقت دارد حالا نامعلوم است، چون که دسته استقلال حالا اجرا کننده وظیفه سرمربی علیشیر توختیف البته پس از رفتن ویتالی لفچنکو اداره کرده است و شاید وقت این را البته معین میکند که این خبر تا کجا حقیقت دارد. دوام چند سال اخیر فوتبال بازانی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بیشتر با متخصصان ایرانی کار میکنند و البته با نتیجه بیشتری هم دست مییابند. البته پس از بازی جام تاجیکستان از 19 تا 27 سپتامبر روزی فیفا است، بازی ها برپا نمیگردند. بعدا از 5 تا 9 اکتبر بازی های انتخابی جام آسیا دایر میگردند میان 17 ساله ها و از 30 سپتامبر باز هم
دسته در دور 16 رقابت ها را ادامه میدهند که آنجا اسخط و خطلان و باز دیگر همین خیل جفتا با هم دیگر رقابت میکنند که دسته خوجند در دور 16 بازی خود را مقابل دسته فیضکند در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت انجام میدهد. ارتشیا باشند بازی خود را و اینجا چگونه حالت چگونه نتوانستند فوتبال بازانی ارتشیا این حالت را ثمرناک استفاده برند و چنانه در مورد بازی آینده دسته گفته استفاده بودیم که در آخری ماه سپتامبر و اول ماه اکتبر برپا می‌گردد. دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش باز هم در ورزشگاه خانگیش مقابل روشن ظفرآباد بازی میکند. البته تا انجام موسم امساله فوتبال کشور 3 دور دیگر باقی مانده است و دسته هم در ادامه بسیار هم میان هم دیگر تلاش ورزیده استودند تا موقعشان را در جدول مسابقه استوار گردانند، امتیازهای ضروری را کار کنند، امتیاز از دست ندهند و در موسم آینده آنها توانند که باز هم در لیگ عالی هنرنمایی کنند و همچنین دستهایی که در زینه‌های دوم و سوم جایگیر میشوند میتوانند به بازی‌های گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یابند و دسته که زینه اول را اشغال میکند قهرمان چمپیونات تاجیکستان میگردد مستقیما به بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا راه مییابد. دسته استقلال دوامی 2 موسم میشود که در بازی‌های لیگ قهرمانان هنرنمایی دارد. البته آنها در اولین موسم هنرنماییشان در بازی‌های لیگ قهرمانان هنگامه‌ها آفریده بودند و امسال باشد آنها نتوانستند که از گروه برآیند. اینجا فوتبال بازانی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش میخواهند در قسم اولی بازی آنها در ادامه به زدن گل دست یابند و حمله‌های آنها را ما مشاهده کرده استودیم که دامی چند دقیقه آنها از کنارهای مقابل حالتهای خطرناک را در نزدیک دروازه خوجند در نزدیک دروازه شاهرخ قرغزبایف به وجود می آورند. دقیقه 40 بازی و اینجا ضربه و شاهرخ قرغزبایف هم نام دروازه‌بانی است که این گونه ضربه ها را برگردانیده نتواند. ما دیگر درخشش الچیبک رشیدبکف را در میدان ندیده ایستادیم. پس از چند قاعده ویران کنه که نسبت این فوتبال باز سابق هم دستایش انجام دادن دیگر او در میدان ناعیان شد و اینجا جهانگیر ارگشف یکی از فوتبال بازانی با مهارت در دسته خوجند محسوب می شود. اینجا چگونه فوتبال بازانی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش به سراسیمه می شوند و توپ را زده از میدان بیرون میکنند. 4 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است و حالا هم حساب 0-0 است. و اینجا ببینید چگونه پرتاف جهانگیر و ضربه کنجی. بسیار هم فوتبال بازانی دسته خوجند اینجا امکان داشتند که حسابی بازی را کشند و اینجا الچیبک رشیدبکف به جهانگیر ارگشف اشاره میکند که میتوانست توپ را به او پرتاف کند تا او با یک رسیش حساب را در این باخری امروزه باز نماید. لیگنری دسته خوجند توپ را از ضربه کنجی به بازی می‌درآورد و حسین الدین محمد علی با جایش بلند توپ را
این وضعیت رو البته برطرف میگردوند و ارسال دیگر و چگونه البته توپ رو نتوانست که درست اینجا گرنجه استفاده کند از این پرتافت و توپ از میدان بیرون کرده می شود. فوتبال بازانی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش آخران مراتبه 24 اپریل مقابل دسته خوجند با حساب 2-1 در سفر ظفر یافته بودند که آنجا بازی دوری چهارم لیگ اولی صورت گرفته استوده بودند. و چنانه گفتیم دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در موسم گذشته بسیار هم خوب هنرنمایی میکرد، مخصوصا آنها در نیمه دوم موسم بسیار هم فعال گردیدند و همه بازی‌هایشون را قریب اکثریت بازی‌هایشون را با غلبه پشت سر نمودند و همین طور توانستند که به بازی گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یابند و این موسم البته در آنجا هنرنمایی هم کردند. باز هم قاعده ویرانکنی. امروز قاعده ویرانکنی از جانب هر دو دسته بسیار هم به نظر میرسد و داوری مرکز بهروز مرتضیف هم حالا از جیب خویش و فوتبال بازان یگان کارت زرد عموما یگان آگاهی نداده است و اینجا ببینید که با چگونه قاعده ویران شد. توپ هم بسیار هم بلند می آمد و در این برخورد فوتبال بازی دسته خوجند به زمین افتاد. خب از این امکانیت چگونه فوتبال بازانی دسته خوجند دست پروران رستم خواجه‌اف استفاده میکنند؟ ارسال به داخل جریمه‌گاه حسن الدین محمد علی او امروز در جهش کرده توپ را نگاه داشتن بسیار موفق است و اینجا قاعده ویران کنی مقابل فوتبال بازی ارتش انجام داده می شود و البته امکانیت خوب داشت چون که در آنجا 2 نفر دفاعگران دسته خوجند با او قرار داشتند و او می توانست اگر مقابل قاعده بازی رو ویران نمی کردند می توانست داخل جریمه‌گاه شود و دوستان گرامی به وقت اساسی بازی 2 دقیقه علاوه کرده می شود و حالا حالت استانداردی فوتبال بازان ارتش انیقترش دفاعگر جانبک شریف در نزد توپ قرار دارد و همه فوتبال بازانی دسته ارتش داخل جریمه دسته خوجند میبیان تا از این امکانیت استفاده کنند. پرتاف ارسال کرده می شود و توپ از میدان بیرون کرده شد. ضربه کنجی البته اینجا باز دست پرورانی شمس‌الدین قاسموف کار میکنند و باز هم جانبک شریفوف توپ رو به بازی می‌درآورد. ارسال نوبتی او نه آنقدر خوب ارسال میکند و از هم دستهایش عذر هم میپرسد که او نتوانست ارسال خوب نماید. شاروخ قرغزبویف زود توپ را به چقالوف و فوتبال بازانی دسته خوجند به عکس الهجوم میگذارند. ارسال به کنار چپی ورزشگاه آنجایی که سکانیان هست و ارتشیا در نیمه میدان صاحب توپ میگردند. چند ثانیه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است و حالا هم حساب بازی 0-0 است. دوری 15 چمپیونات تاجیکستان میانی دسته‌های لیگ اولی، بازی میانی دسته‌های کلوب مرکزی ورزشی ارتش و خوجند. بازی در ورزشگاه خانگی کلوب مرکزی ورزشی ارتش جریان دارد و اینجا صدای اشتکی داور بلند شد یا بله. انجام قسم اولی بازی حسابی بازی 0-0 به انجام میرسد و بینندگان گرامی ما
پس از 15 دقیقه باز به قسم دومی بازی برمیگردیم. در نزد اکرانهای خود دور نشوید، چون که قسم دومی بازی باز هم جالبتر و دیدنی خواهد بود. مخلصان و هواداران فوتبال تاجیکستان، اینک به قسم دومی بازی دوره 15 چمپیونات تاجیکستان میان دسته‌های لیگ اولی بین دسته‌های کلوب مرکزی ورزشی ارتش و خوجند شهر خوجند برمیگردیم. قسم اولی بازی 0-0 انجام یافته بود و حالا ارتشیا قسم دومی بازی را در مرکزی میدان آغاز میکنند. در قسم اولی بازی هر دو دسته امکانیت‌های خوب داشتند، هم از لحاظ هجوم ها هم از لحاظ اداره کنی توپ، و میبینیم که در قسم دوم بازی چگونه دسته ها بازی را ادامه میدهند. و حالا شما را باز با هیئت اولیه دسته ها در قسم دوم بازی آشنا میکنم. به نظر میرسد یگان تغییراتی انجام نشده است و سراول از میزبانان از دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش آشنا کنی هیئت را آغاز میکنیم. دروازه‌بان تحت رقم 16 حسن الدین محمد علی، دفاعگران تحت رقم 27 سرگئی دارونین، تحت رقم 22 جانبک شریپوف، تحت رقم 5 علیشیر سفاروف، تحت رقم 20 ابراهیم کامران ابراهیموف و نیم محافظتگران کامران میرزا نجات، تحت رقم 8 چاریف بختیار و تحت رقم 32 در کنارهای مقابل اسماعیل ترایره و ویسیدین سفاروف. حملهگران تیمور جوریف و اسدبک جورابک زاده، سرمربی دسته اجرا کننده وظیفه سرمربی شمس‌الدین قاسموف در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. در هیئت دسته خوجند در قسم دوم یگان تغییرات انجام نشد. رستم خوجایف باز همان هیئت قسم اولی بازی را به میدان برآورد و دروازه‌بان تحت رقم 50 شاهرخ قرغزبایف، دفاعگران فردوس چقالوف تحت رقم 21، تحت رقم 4 پرویز باقیوف، تحت رقم 20 سمندر اوچیلوف و تحت رقم 5 فردوس عبدالسلیموف. در خط نیم محافظت احسان بابایف، سرگئی گرانجه و جهانگیر ارگاشوف با سرگئی تسکانیان بازی دارند و در خط حمله خوشنودبک بازاروف و الچیبک رشیدبکوف در هیئت دسته خوجند امروز هنرنمایی دارند. سرمربی دسته رستم خوجایف و هر دو دسته هم با تاکتیک 4-4-2 امروز بازی کرده ایستادند. دو حمله‌گر از هیئت دسته خوجند و دو حمله‌گر در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. اینجا روی اکران های ما و شما الچیبک رشیدبکوف نشان داده می شود که از حالتی به میان آمده نتوانست استفاده کند و اینجا البته حالتی نوبازی بود، بنابراین سبب رشیدبکوف هجوم را دیگر ادامه نداد. حسن الدین محمد علی توپ را به بازی می درآورد، ضربه او به مرکزی میدان و فوتبال بازانی دسته خوجند جهانگیر ارگاشوف در کناری راست و هجوم پیوست می شود و اینجا دفاعگرانی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش توپ را در نزد پای می گیرند. ارسال به داخل جریمه‌گاه و اینجا غیر از خورشید دیگر کسی در داخلی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش از فوتبال بازان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در داخلی جریمه‌گاه دسته خوجند نبود و اینجا هجومی دسته خوجند، ضربه و اینجا چگونه بیاید به حالت تکرار متوجه میشیم که چگونه سرگئی تسکانیان ضربه زد و اینجا توپ کمی تاب خورد. اگر توپ تاب نمیخورد آنگاه امکانی برگرداندن آن را حسن الدین محمد علی نداشت.
و در قسم اولی بازی قاعده ویرانکنی هم زیاد به نظر می رسید از جانب هر دو دسته و از جانب داوری مرکزی بازی بهروز مرتضیف هم یگان کارت زرد به بازیگران نشان داده نشد و اینجا باز هم قاعده استیزی از جانب فوتبال بازانی شهری خوجند و اینجا فوتبال بازی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش در زمین خوب است. کامران ابراهیموف بود که با اسکانیان برخورد کرد و حالا طبیبان به او کمک رسانیده استودند. چنانه در بالا گفته گذاشتیم کلوب مرکزی ورزشی ارتش در روزن گزارش فوتبال بازان یک قطار فوتبال بازان کلیدی اش را از دست داد، مخصوصا الچیبک رشید بیکوف، ادریس امینو یک از فوتبال بازان بودند که آنها در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بسیار هم خوب هنرنمایی میکردند. و تماشابینان عزیز، ما به شما یک معلومات دیگر رو میرسانیم که از 14 تا 18 سپتامبر در شهر دوشنبه مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 میان دسته‌های تا 20 ساله برپا می‌گردد و در آنجا منتخب‌های تاجیکستان، کامبوجا، لبنان و سینگاپور برای رخصت‌های مرحله نهایی جام آسیا مبارزه می‌برند. منتخب جوانان تاجیکستان بازی یکم خود را در این مسابقه روز 14 سپتامبر مقابل تیم سینگاپور انجام می‌دهد و ما از این فرصت استفاده برده هواداران فوتبال میهن را به دستگیری منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان دعوت میکنیم. اینجا فوتبال بازان کلوب مرکزی ورزشی ارتش در اداره کردن توپ در مرکزی میدان بیشتر با هم دیگر پاس کرده استودند و الچیبک رشید بیکوف با آنها مبارزه برد. و اینجا قاعده بازی بیان نشده است و بسیار هم امکانیت خوب ضربه اسکانیان را حسن الدین محمد علی برگردانید. بسیار هم در اینجا در اول چنانه به نظر رسید که گویا قاعده بازی ویران شده است، اما هیچ چیز نبود. کمتر سرگی اسکانیان خود را گم کرد که او چگونه از رقیب گذرد و ضربه او بسیار هم قوی بود و ببینید که چگونه دروازه‌بان آن را با یک مهارت بلند برطرف کرد. شاهرخ قرغزبایف با توپ قرار دارد
اما ارسال او سمتش ناانیق. توپ از میدان بیرون کرده می شود. امروز در دوره بازی دوری 15 چمپیونات تاجیکستان همچنین در ورزشگاه تلکا آرینای شهر ترسونزاده بازی میان دسته‌های ریگر تدز و استرافشان در همین وقت و ساعت برگزار گردیده ایستاده است و آن بازی با حساب 1-1 مساوی است و اینجا اولین کارت زرد نشان داده می شود. بهروز مرتضیف اولین کارت زرد را از جیب خویش بیرون میکند و آن را به سرگی درونین میدهد. او مقابل الچیبک رشیدبکوف بسیار هم دغل بازی کرد و اولین کارت زرد را در رقابت امروزه داور به او نشان داد. حالا به حالت تکرار متوجه میشویم. حالا متوجه میشویم که از این حالت استانداردی فوتبال بازان دسته خوجان چگونه استفاده میکنند. ضربه و از کناری بالای دروازه توپ از میدان بیرون میشود. ضربه را خوشنودبک بازاروف به ثمر رسانید و در اجرای ضربه کمتر ضربه از ستون دروازه بالا رفت. حسن‌الدین محمدعلی توپ را به بازی می‌درآورد اما فوتبال بازانی دسته شهر خوجان به توپ سایه می‌شوند و اینجا سرگی سکانیان در مرکز میدان با توپ قرار دارد. مقابل او قاعده بازی هم ویران کرده می‌شود و اینجا کارت زرد به بختیار چاریف. کارت زرد دوم با فوتبال بازان دسته ریگر نشان داده می‌شود. در باخوری امروزه چاریف اینجا خود را نگاه داشته نمی‌تواند و مقابل داور بحث می‌کند. اوچیلوف در نزدیک توپ است. ارسال او به کنار چپ و به توپ حسن‌الدین محمدعلی میرسد. و اینجا حالا صدای مخلصان کلوب مرکزی ورزشی ارتش به گوش ما میرسد که آنها در قسم دومی بازی دسته‌شان را هواداری کرده ایستادند و اینجا ضربه را بنگرید که چگونه با یک مهارت بلند اجرا کرده شد اما از کنار دروازه آن بیرون شد. یک بار دیگر حالت تکرار را متوجه میشویم که چگونه اسدبک جورابک زاده ضربه را با یک رسیش جانب دروازه روانه کرد. فوتبال بازان دسته خوجان از کنار راست به هجوم میگذارند و اینجا به تنهایی جهانگیر ارگاشف چیکار کرده میتواند و او را از پای میافتانند.
و نهایت داور صدای اشتکی خیش را بلند میکند و این بازیگر که نو کارت زرد گرفته بود باز در اینجا هم دغل بازی میکند و شاید با داور کارت زرد دویم را نشان دهد. اینجا ببیند که او چگونه با پشتی پای بازی میکند و عصبی خود را نگاه داشته نمیتواند. حسن الدین توپ را به بازی می‌درآورد. ارسالی او به هم دستهایش. اما این حمله به نتیجه به پایان رسید و شاروخ قرغیزباєв توپ را به بازی می‌درآورد. رستم خواجه و ما شما نشان داده می شود و او تا کجا در قسم دویمی بازی با هم دست پرورانش نقشه های نو را طرح ریزی کردند تا در این بازی به موفقیت دست یابند. باز هم الچیبک رشیدبک روی زمین خوب است. واقعا هم امروز نسبت او بسیار هم قاعده استهزا زیاد انجام شدند و اینجا به عورت تکرار متوجه می شویم که چگونه فوتبال بازی که نو کارت زرد گرفت باز هم مقابل او دغل بازی کرد. در قسم دوم بازی بیشتر فوتبال بازان کلوب مرکزی ورزشی ارتش به هجوم پیوست شده ایستادند و آنها در کنار چپ موفق هستند. البته چند هجوم را آنها در این کنار سازمان دادند اما به نتیجه. دقیقه 62 بازی جریان دارد. همان هم حساب 0-0. بازی دوره 15 چمپیونات تاجیکستان میان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و خوجند شهر خوجند. ارتش‌ها در دو بازی آخر می شود که به زدن گل دست نمی‌یابند و اگر آنها امروز در این بازی به زدن گل دست یابند پس آنها پس از دو دور همان سلسله ناکامی خود را امکان دارند که برطرف کنند. اینجا با ما و شما نشان میدهند که ارگاشف روی زمین خوب است و با او چی شده باشد. و اینجا چی از قاعده بازی ویران شد یا نه؟ داور اشاره میکند که ضربه کنجی است. خوشنودبک بازاروف از کنار راست ضربه کنجی را اجرا میکند در سایت دسته خوجند. اینجا فردوس چخالف روی زمین افتید.
بله اینجا قاعده بازی ویران کرده شده است. داور پس از ادعای فوتبال بازان دسته خوجند به ضربه جریمه‌ای اشاره کرد و این حالت خطرناک است. بیاید می‌بینیم که چگونه اوچیلوف و بابویف این حالت را استفاده میکنند و تو بعد دیوار دفاعی برمیخورد و ضربه دیگر از جانب خشنودبک بازاروف اما سمتشون انیق. ببینید که چگونه تو به دیوار دفاعی برخورد، باز ضربه از جانب خشنودبک بازاروف و از هم دستایش عذر میپرسد که برای چی به آنها پس نداد. و اینجا داغل بازی میکنه تسکانیان. بختیار چوریف تو رو به بازی میدارد. پرتاف به داخل جریمه‌گاه اما اولین شده دفاعگرانی دسته خوجند به توپ میرسند و باز هم ارتشیا با توپ قرار دارند و آنها امکان دارند که باز به هجوم پیوست شوند. و اینجا بسیار حالتی خطرناک، ضربه و گل. ارتشیا به پیش میبرند. اسدبک جورابک زاده از یک امکانیتی فراهم گردیده خوب استفاده کرد و از میان دفاعگران دسته خوجند با یک مهارتی بلند با یک رسش توپ را داخلی دروازه شاهرخ قرغزبایف نمود و اینجا شادی و نشاطی سرخپوش‌های ارتش. بیاید به حالت تکرار متوجه میشیم که چگونه از یک امکاناتی به وجود آمده از میان دو دفاعگری دسته خوجند اسدبک جورابک زاده با یک رسش توپ را به کنار راستی دروازه خوجند وارد کرد و آنها پیشرفت شدند. ما هم در بالا قید کرده گذاشتیم که بینندگان گرامی در قسم دویمی بازی فوتبال بازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بیشتر در خط حمله بازی کرده ایستادند و آنها بیشتر نسبت به دسته حریف هجوم ها را سازگار داده ایستادند و این هجوم ها هم بی‌ثمر نماند. آنها به زدن گل دست یافتند و آن هم پس از دو دیداری که آنها مقابل دسته خطلان و روشن گل نزده بودند. دسته خطلان با حساب 3-0 کلوب مرکزی ورزشی ارتش را شکست داد. دسته خوجند باشد در ورزشگاه خانگیش مقابل دسته خطلان در دور گذشته ظفر یافته بود. اینجا باز هم قاعده ویران کنی به نظر می رسد که فوتبال بازان دسته خوجند انیقترش الچیبک رشیدبکوف با قاعده استیزی دست زد مقابل سابق هم دستایش و داور به او کارت سیوم زرد را در آخر امروزه نشان میدهد. دو کارت زرد را سرخپوش‌های ارتش گرفتند و یک کارت زرد را فوتبال بازان دسته شهر خوجند. و اینجا حالا طبیبان با این فوتبال باز کمک رسانیده ایستادند و حالتی خوب است، بازی را ادامه میدهد. و خودی وایزالدین سفروف که حالا روی زمین بود توپ را به بازی می‌دارد. اینجا الشبه رشیدبک با تمام سرعت به نزدیک دروازه حریف میشتابد تا او را سررسی میکند و شاید از جانب یگان اشتباهی رخ میدهد و او تا تواند
نتیجه را برابر سازد. اینجا رستم خوجیف به ساعت دستش نگاه میکند که چقدر دیگر وقت باقی مانده است. حالا 30 دقیقه دیگر است. دقیقه 72 بازی است و البته فوتبال بازان شهر خوجند امکان دارند تا نتیجه را مساوی کنند. اینجا اشتباه از جانب بختیار چاریف و فوتبال بازان شهر خوجند به هجوم میگذارند در مرکز میدان. ارگاشوف ارسال هوایی به همین کنار باز به خود ارگاشوف انجام داده می شود و اینجا قاعده سازی، قاعده بازی ویران کرده شد مقابل کی؟ مقابل اسکانیان یا مقابل فوتبال بازی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. به حالت تکرار متوجه می شویم. بله اینجا فوتبال بازی دسته شهر خوجند به قاعده سازی دست زد. سرگئی اسکانیان و اینجا رستم خوجیف به دست پرورانش میگوید که در کدام موقع بازی کنند و همان خط ضعیفی موقعی خط ضعیفی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش را به آنها میفهماند و حالا آنها دو تغییرات انجام میدهند. یک و یک بار دو تغییرات در هیئت دسته خوجند انجام داده می شود. اینجا قاعده استیزی و قریب بود که فوتبال بازان نوعی همدیگر به نافهمی هم آمده رسند. بله براتوف و ملدوستوف از هیئت دسته خوجند به میدان میبرایند و به جای علیشیر براتوف به جای فوتبال بازی تحت رقم 19 سرگئی گرنجه و الچی بیگ رشید بیگ فام از میدان گرفته شد و به جای او ملدوستوف وارد میدان شد. طاهر ملدوستوف در خط نیم محافظه بازی میکند و تا جای رستم خوجیف خط نیم محافظه دسته را پرقوت کرده ایستاده است. و حالا حالت تنفس است. فوتبال بازان خستگیشان را برطرف میکنند چند لحظه و پس آن باز به رقابت ادامه میدهند. الچی بیگ رشید بیگ فام از هیئت دسته خوجند عوض کرده شد. تا جای او در باخر امروزه نه آنقدر خوب هنرنمایی کرد و بیشتر او را نسبت قاعده بازی البته ویران کرده شد و اینجا همان قاعده استیزی نشان داده می شود و از همان قاعده استیزی فوتبال بازان دسته خوجند توپ را به بازی می درارند. خب میبینیم تغییرات های انجام داده رستم خوجیف در ادامه و دسته خوجند چی کمکی کرده میتواند و اینجا حالتی خفناک از جانب طاهر ملدوستوف فوتبال بازی که نو وارد میدان شد و او نتوانست که توپ را به هم دستهایش رساند. ضربه کنجی و آن را خوشنودبک بازاروف حالا اینجا میدهد. ارسال و داخل جریمه‌گاه کرده می شود اما اینجا چی گپ؟ توپ از میدان بیرون می شود و یکی از فوتبال بازان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش هم به زمین می افتد و حالا حالتی تکرار را یک بار دیگر متوجه می شویم که کارگردان اینجا با ما نشان می دهند و اینجا به نتیجه و چنانه گفته ایستاده بودیم رستم خوجیف یک نیم محافظتگر و یک دفاعگر را وارد میدان ساخت و یک حملهگر و یک نیم محافظتگر را از میدان گرفت. و جای الچی بیگ رشید بیگوف دفاعگر را وارد میدان کرد.
اینجا باز هم قاعده بازی از جانب فوتبال بازان دسته خوجند ویران کرده می شود و کارت زرد چهارم در باخر امروزه. بسیار هم دغل مقابل فوتبال بازی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش قاعده ویران کنی انجام داده شد و اینجا طبیبان هم با کمک این فوتبال باز می روند تا ببینند که با او چی رخ داده است. ارگش هم کارت زرد گرفت و با داوری مرکزی بازی بهروز مرتضیف میگوید که اون نه اونقدر دغل بازی کرده است، لیکن اینجا ببینید که چگونه دغل بازی کرده شد. مقابل کامران ابراهیموف. اینجا طبیبان با کامران کمک رسانیده ایستادند. او حالا هم روی زمین خواب است و حالا میبینیم که تا چه اندازه این قاعده استیزی با او زیان آورده است و خود برمیخیزد و با طبیب از میدان بیرون میشوند تا بازی ادامه یابد. حسین الدین محمد علی در نزد توپ است. ضربه به خط حمله و اولین شده فوتبال بازی دسته خوجند به توپ میرسند. سرگی تکانیان ارسال به کنار چپ، آنجایی که طاهر ملدوستوف است. خوشنودبک بازاروف و او به داور اشاره میکنه که توپ به دست دفاعگری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش علیشیر سفرов رسیده است. و اینجا هیچ چیز نیست، ضربه کنجی است. بازاروف ارسالی او و اینجا چگونه حسین الدین محمد علی در قبط دوی موافق است. در قسم یکم بازی اما چندین حالتهای را دیدیم که حسین الدین محض ضربه هوایی را چگونه با یک جهشا برطرف میکند. ولی حسین الدین با هم دستایش میگوید که بازی کنید، همه چیز خوب است، ما میتوانیم در انجام بازی موفق شویم. خب دهه آخری بازی را میبینیم که چگونه دستا سپری میکنند. دقیقه 77 بازی اینجا جریان دارد و حساب 1-0 به نفع تفنگداران. باز هم در مرکز میدان فوتبال بازانی هر دو دسته به قاعده استیزی دست دادند. برخورد از دو جانب بود و اینجا بهروز مرتضیف اشاره میکند که طبیبان باز به یاری آنها شتابند. ببینید که چگونه دو فوتبال باز برخورد کردند و اینجا کارگردان هم از چند زاویه این حالت را به ما نشان داده است. و اینجا خالق بردی خالق افتاوری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش به فوتبال بازی جبردیده کمک کرده است. رستم خواجیف نگران است که در ادامه دست پرورانی او چگونه بازی را انجام میدهند. اینجا شاهرخ قرغزبایف عصبانی می شود و داور به او کارت زرد نشان میدهد. نافهمی میانی شاهرخ قرغزبایف و فوتبال بازان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و تا جای ارتشیا وقت کشی را هم در ادامه بازی انجام داده استادند و این حالت ها محض میتواند که از هر یک برخورد آنها طبیبی دسته را فریاد کنند و وقتی بازی را به فایده خود انجام دهند. شاهرخ قرغزبایف هم عصبی می شود و داور به او کارت زرد نشان میدهد. پنجمین کارت زرد در باخر امروزه. ارسال به خط حمله انجام داده می شود اما به نتیجه. ارتشیا با این غلبه می توانند که تا جای
موقعشان را در جدول مسابقات مستحکمتر هم کنند و به زینه چهارم برآیند. آنها از دسته فیضکند تنها 3 امتیاز قفا هستند. اینجا باز هم قاعده ویران کنیم. مقابل بختیار شریف. نه، اینجا بختیار شریف مقابل فوتبال بازی دسته خوجند احسان بابویف قاعده سازی کرد. خودی بابویف فوتبال بازی جبر دیده توپ را به بازی می درآورد. از مرکزی میدان ارسال هوایی او به کناری راست، اما دروازه‌بان به آسانی این حالت را برطرف می کند. بختیار شریف هم در روند این بازی بسیار هم خوب هنرنمایی کرده است. در همان خط نیم محافظتی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش او بیشتر هجوم‌های دسته خوجند را برطرف کرده است. فوتبال بازان دسته خوجند به عکس الهجوم پیوست میشوند از کناری راست. اینجا بسیار هم پرتافتی خوب به جهانگیر ارگاشف، اما جهانگیر ارگاشف نمیتواند که از دفاعگری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش گذرد و به توپ صاحب شود. اینجا از اوت توپ را به بازی می‌درانند کبود پوش‌های دسته شهر خوجند. ارسال هوایی به کناری چپ، لیک اینجا توپ به فوتبال بازان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش میرسد. باز از کنار چپ خوشنودبک بزرف بسیار هم پرتافتی خوب به جهانگیر و اینجا قاعده بازی بیرون کرده شد یا نه؟ نه اینجا قاعده بازی بیرون کرده نشده است و فوتبال بازان دسته خوجند را ببینید که چگونه به نزد داور مرکزی بازی میشتابند تا از او گویند که قاعده اینجا بیرون کرده شده است. در این حالت ها فوتبال بازان فریب هم میکنند، خود را چنان نشان میدهند که مقابل آنها قاعده بازی بیرون کرده شده است. و اینجا به نظر می رسد که تغییرات از هیئت کلوب مرکزی ورزشی ارتش انجام داده می شود. و اینجا شمس‌الدین قاسموف کی را از میدان می گیرد. حالا می بینیم. خوشنودبک بازاروف ارسال هوایی او به سمت چپ، جهانگیر ارگاشف با توپ قرار دارد و اینجا جهانگیر به موقع خالی تر توپ را ارسال میکند و اینجا میبینیم بسیار عملیاتی خفناک، اما چگونه سرگی تسکانیان خواست که توپ را به جهانگیر برگرداند و اینجا مالادوستوف هم در نزد دروازه‌بان قرار داشت و از جهانگیر دیده او امکانی بیشتری صاحب شدن این پرتاف را داشت. تغییرات انجام داده می شود از هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. با جای مؤلف یگانه گل دسته اسدبک جورابک زاده، اینجا دفاعگر عزت الله روزیف وارد میدان می شود و توجه به نظر می رسد شمس‌الدین قاسموف می خواهد خط دفاع دسته را پرقوت کند تا در 7 دقیقه باقی مانده و حملگران دسته شهر خوجند امکان ندهند که تا خط دروازه آنها را رخنه نمایند. اسدبک هم در واخری امروزه بسیار خوب هنرنمایی کرد و از یک امکانیتی فراهم آورده، از یک عکس الهجوم او توانست که حساب را باز کند و دستش اگر با همین نتیجه واخری امروزه به انجام یابد 3 امتیازی چون آب و هوا ضروری را هدیه نماید.
البته برای فوتبالبازان شهر خوجند در سفر بازی کردن هم دشوار خواهد بود، چون که اینجا ورزشگاه مرکزی کلوب مرکزی ورزشی ارتش است و در سفر بازی کردن هم نه آنقدر مقابل دسته میزبان کاری آسان است. چنانه در بالا گفته گذاشتیم این دو دسته از جام تاجیکستان به نصیب ماندند، آنها مغلوب گردیدند و امسال فینال جام تاجیکستان روز 29 اکتبر در ورزشگاه پختکار شهری باختر گذرانیده می شود که قبلا 9 سال پیش این ورزشگاه فینال جام تاجیکستان را میزبانی کرده بود. نه سال پیش در این ورزشگاه دسته‌های استقلال و رگرتدز بازی کرده بودند که در آن بخوری استقلال با حساب 2-0 موفقیت به دست آورده بود. همچنین این را قید میکنیم که برندگان جام تاجیکستان 2022 حقوق معرفی کشور ما را در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در موسم 2023-2024 به دست میارند. اگر یک باشگاه یا قهرمان یا نایب قهرمان هم صاحب جام کشور شود و هم نشان برنجی لیگ اولی را به دست آورد، پس او حقوق اشتراک در بازی‌های گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را پیدا میکند. اینجا بختیار چوریف از میدان گرفته می شود و به جای او شیراز شریپوف تحت رقم 3 وارد میدان می شود از هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. و جای نیم محافظتگر را اینجا سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش به میدان آورد و اینجا عزت الله را می‌بینیم که ما الکی به هجوم پیوست می شود و بسیار هم پرتافت خوب کرد، اما هم دستش نتوانست که دیگر باره توپ را داخل جریمه‌گاه ارسال نماید. در ادامه فوتبالبازان دسته خوجند کوشش میکنند به هجوم پیوست شوند و دقیقه‌های باقی مانده را ثمرناک استفاده برند، چون که حالا در میدان آنها ناکام گردیده ایستادند. ضربه کنجی، اینجا فوتبالبازان شهر خوجند ضربه کنجی کار میکنند و میبینیم که چگونه از این امکانیت آنها استفاده میکنند. شیراز شریف فوتبالبازی که نو وارد میدان شد توانست که این حالت را برطرف کند. خوشنودبک بازاروف ارسالی او به داخل جریمه‌گاه، اولین شده به توپ فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزشی ارتش میرسند و ارسال نوبتی او سمتش ناانیق. عکس الهجومی فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزشی ارتش را میبینیم که چگونه آنها به خط حمله توپ را میرسانند و اینجا میبینیم که چگونه از کنار چپ آنها به هجوم پیوست میشوند. البته اینجا دو دفاعگری دسته خوجند امکان ندادند که تو از آنها حمله‌گری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش گذارد.
اینجا وقت اساسی بازی هم به خاتمه خش نزدیک است و میبینیم که داوری مرکزی بازی بهروز مرتضویف 4 دقیقه به قسم اولی بازی زم میکنند. این 4 دقیقه فوتبال بازی هر دو دسته چی نتیجه نشان میدهند در ادامه تماشا میکنیم. و اینجا ضربه کنجی بهروز مرتضویف شتک خودش رو بلند میکند که توپ از میدان بیرون شده است و حالا کارگردان حالتی تکرار را به ما نشان میدهد که چگونه با یک رسش و اسیدین سفروف توپ را به بیرون میکند. اینجا بسیار هم حالتی خوب فوتبال بازی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش به هجوم پیوست میشوند و اما این ضربه را ببینید که چگونه نیم محافظتگران برطرف کردند. قربان علی مرادف به میدان میبراید و او را میبینیم که کی را در دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش عوض میکند و سرمربی هم توجیه با این عوض کنی ها در ادامه وقتی بازی را میگیرد. سفروف اینجا یک ضربه زد که آن سمتش نانیق. اینجا خورشید جوریف از میدان گرفته می شود و به جای او قربان علی مرادف وارد میدان می شود. خورشید جوریف در این بازی خوب بازی کرد. محض ارسالی گل‌آوری او بود که اسدبک جورابک زاده حساب را در واخوری امروزه باز کرد و حالا ارتشی‌ها پیش صفند. اینجا خطی دفاعی دسته خوجند چیکار میکند؟ عکس الهجوم از جانبی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش ضربه و اینجا شاروخ قرغزبایف حالتی دیگری خفناک از ضربه دیگر و اینجا ببینید که چگونه از کناری راستی دروازه توپ از میدان بیرون می شود و این بسیار هم حالتی خفناک بود و فوتبال بازان کلوب مرکزی ورزشی ارتش 100% امکان کشودن حسابی بازی را داشتند و ضربه انجام داده جانبک شریف در آخر بازی و این هجوم خاتمه بخشید. 2 دقیقه دیگر تا انجام بازی باقی مانده است. فوتبال بازان شهر خوجند به همه توجهشون را به خط حمله میکنند تا حداقل این باخری را مساوی آنها انجام دهند. پس از 3 پیروزی نهایت فوتبال بازان شهر خوجند مقابل کلوب مرکزی ورزشی ارتش حالا باخته ایستادند. البته فوتبال بازان کلوب مرکزی ورزشی ارتش این موسم پیشصفانی مسابقه را شکست دادند، مخصوصا استقلال و حالا دسته خوجند که آنها با حساب مینیمالی 1-0 توانستند مقابل این دسته ظفر یابند و حالا دسته خوجند 1 دقیقه دیگر امکان دارد تا خود را از باخت نجات دهد یا این بازی را. و اینجا باز هم حمله از جانب فوتبال بازان کلوب مرکزی ورزشی ارتش بسیار هم امکانیتی خوب در کنار چپ به وجود می آید. اینجا ارسال اما او باید ضربه میزد و به او دفاعگران هم امکان ندادند که ضربه خود را به ثمر رساند. پس از این پیروزی فوتبال بازان کلوب مرکزی ورزشی ارتش امتیازهایشان را به 20 عدد می رسانند و آنها حالا یک بازی موقوف مانده نیز دارند و پس از دسته فیضکند باز در زینه ششم موقعشان را مستحکم تر می گردانند. و اینجا وقت اساسی بازی هم به انجام رسید و پس از این حمله بهروز مرتضویف هم صدای اشتک خش را بلند می کند. اینجا قاعده ویران کنی مقابل قربان علی مرادف و نظر می رسد که چگونه دفاعگران دسته خوجند مقابل او دغل بازی کردند و حالا اینجا
کارگردان این حالت را به ما نشان میدهد. ببینید که چگونه آنها مقابل این هجوم شدند و پس از این حالت استانداردی البته بازی هم به انجام میرسد. بیاید به این حالت متوجه میشیم که چگونه فوتبال بازان کلوب مرکزی ورزشی ارتش آن را اجرا میکنند. بله بینندگان گرامی، وقت اساسی بازی با حساب 1-0 به فایده کلوب مرکزی ورزشی ارتش مقابل خوجند به انجام رسید و اینجا شادی و نشاطی فوتبال بازان دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش است که آنها پس از رفتن امین سوپانی از دسته آنها امروز مقابل سگانه بهترین جدول مسابقات دسته خوجند به موفقیت دست یابند و در دور بعدی فوتبال بازان شهر خوجند با دسته فیضکند بازی میکنند و فوتبال بازان کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد در همین ورزشگاه روز 2 اکتبر مقابل دسته روشنی ظفرآباد بازی میکنند.